درود گویز، من نمی جنگی هستم. خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک دیگه. امروز اومدیم با یه بازی به اسم Five Nights at the Freddy 4. خب اول از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. دمتون گرم که حمایت میکنید. خب بچه ها، این نسخه 4 فکر کنم نسخه آخر پنجشب در کنار فردی است و خیلی به شدت ترسناکه. بعدش هم این که خودش هم وقتی وارد بازی شدیم یه اختاریه داد که گفت ترسناک، فکر کنم قرار به چخ بریم، قرار قشنگ به چخ بریم. نگاهشو کنیم، اینو همون به چخمون. خب نیو گیم رو بزنیم، فرقی نداره نیو گیم رو کنم دارم هم دوتاش یکی هست. میریم سراغ ویدیو. خب What did you decide to میگه تو توی اتاق فکر کنم کلید در اتاق کلید شد. Don't be scared, I am ready. میگه نترس، من پیش شدم. اینه شوخیت گرفته. بازی اینه یا سب داره گریه. Tomorrow is another day. نه وای به چخ رسیم 100% من به کلیک run to the door. میگه میتونی با کلیک فرار کنی، در کلیک روی در فرار کنی. چیش وای خب کلیک run to the door سر کن. فلاشلایت چیزی به من نمیدی؟ Close the door, hold shift. آها use flashlight, hold control. آها نه خب چیزی اینجا نیست. نه اینجا هم چیزی نیست. نه خوبه. با شیفت یعنی میبندیمش بریم درست. برگرد نکنم شبه کسی نمیاد. خب اینجا چیزی دیدیم. سریع باشه یکم گو خود نی کسی رو برگرد که به چخ میریم. برگرد خب سری ها بچه مثل نسخه قبلیش نیست. باتری گرفتم. برگرد شد
چرا نشد؟ یه لحظه ریدم واسه ما گرفتم تموم شد دیگه چراغ روشن نشد مثل نسخه قبلی فکر نکنم باشن چون که باتری و اینا نیاز نداره اشتباه نکنم نه فکر نکنم باتری نیاز باشه چون که باتری اصلا نیاز داشته باشه چخ میریم خب برای اینکه هیچی نیومد ساعت 3 شب ناموسم نه ترسناک مرسناک هم نیاد یه ما اوه بله به چخ رفتیم یکی اونجا بود من احساس میکنم یکی بود اوه وای حاجی خیلی بازی سگاه دوباره شروع کردن من وای فاکسی بیناموس دقیقه چی شد؟ چی شد؟ قشنگ ریدم اون لحظه رو قشنگ ریدم گفتم منو گرفتم فکرم توی اینم میان خب نه توی این نمیان صدا ناموسن یه صدای ناموسن خیلی بدی میاد یعنی من دستم رو شیفت کنترل رو یعنی اومدم من باید شیفت سری بزنم چون با فلشلایت دور میشه نرسوان آخر نمیدونم اینم که کسی نیست میدم تو قبر مردو زنده بسم کجا اومد دلم نشسته اینقدر ترسیدم دلم نشسته از کجا بمید داره میاد به شدت سخت یعنی مثل نسخه های قبلی نیست که بگی یعنی 1 و 2 اینا آسون باشه 1 و 2 تا شب دوم سوم هیچ اتفاقی نمیافتاد میتونیم بریم بازی هم بکنیم ولی این شب به اول ما رو آره اصلا کاش میبودیم شب خب دوباره بریم خیلی سخت بود خیلی چیکار کنم خیلی خوب من نمیدونم خب ایکس رو بزنیم اصلا برم کلن خب اگر خب سری برو خب دیگه میاد به چخمون میده حیوان مثل گاو نگاه میکنه هم دوباره میاد میگه کسی نمید خب درم ببند اصلا کلن چیکار داری با اون مثلا ندش درم بسته میشه ولی خب بسته نمیشه قشنگ
ولی خب بسته نمیشه. یک شب چند شب بود که اومد گرفتمون؟ فکر کنم 5 شب بود یا 4 شب. داشتیم تو شب اول تموم میکردیم و اومد بفرمون بس. سری زود باش زود باش. اوه این خیلی سخت بود ولی احساس میکنم من میگم یکی قدر سخت دیدم، نمیدونم اشتباه نکرده باشم. خوبه کسی نیست. وای اون بدنم سیخ. شب اول فقط فریدیونا همه نیومدن. فریدی کجایی؟ سری برو سری بیا. آره همین کار خوبه. صدا داره میاد. ببر کسی نیست. حاجی به خدا صدا میاد. بهتون قول میدم که چیزی نیست. نه وای این دوباره نیاد. چرا برگشتی؟ حیوان بر نگرد. دارم اینو میبرم اینو برنگرد. بر نگرد بی ناموس. من اومد من این بازی شب اول رو نمیتونم تمام کنم. حاجی ولی بازی دروغ نگفت گفت واقعا سخت و ترسناک. خیلی سخت خیلی. حالت نورمال و ایزی هم ندارم، فقط حالت سخت رو داره. ای بابای بازی خیلی سخت. فکر کنم اگر اشتباه نکنم موقعی که میاد این چراغ چیز میشه، چشمک میخوره. خب کسی توی این که نمیاد فکر نکنم. از این درم فقط میاد. خب اینو بردار. این چی؟ نگاه روشن نمیشه. خب صبر کن. آها این یعنی برو بالا. خب از این طرف هم بس میاد، از پشت هم میاد. فکر کنم اگر از پشت حواست نباشه میاد. آره نه از پشت اون فریدی کوچولو هست، اونا میاد. کاش حداقل شب اول تموم کنیم آبرومون نه. این شب اول
حاجی دست من نیست واقعا. اگه آسان باشه آسون باشه تموم میشه، ولی خب به شدت سخت و خب باید چیز کنیم وقتی میام. ما اصلا فقط یک دفعه نه پشتیم چند دفعه باختیم، 2 بار باختیم، این سومین بار سازنده بازی جوری بازی رو ساخته که نتونیم بازی رو ببریم. خب یکی به من میگه باید چی کار کنم وقتی میام در رو ببندم. خب میام تو. خب بفرمایید. ببندش. خوب احمد خواهد تو سرت، تو سرت دوباره، خواهد تو سرت دوباره، دوباره میبازیم، هم باز میبازیم، هم باز میبازیم، هم باز میبازیم، هم باز ببازیم. کارم من از ترس ریدم تو خودم و او تخم سگ اومد. ببندش درو پوفیو، درو ببند. اومد از یه در اومد، از یه در اومد، از یه در اومد. یکی اومد سر. بابا نیاد دیگه ناموسن، بذار شب اول رو تموم کنیم. خب چرا انقدر دلغکین شما؟ حلقه بذار این آدم شب اول رو ببره، بعد شب دوم ما حمله کنید. من کاری ندارم، واقعا شب دوم حمله کنید. شب اول اینجوری حمله کنید که اصلا هیچ بازی کنید نمیتونه. اینا پشتمون جلسه دارن. خب تخم سگ دوباره اومدی. چه گناه خدایی کردم که باید این بازی رو 3 بار برم، هر 3 بارش تو شب اول ببازم. بازی خیلی سخته، حتی نمیتونیم درجهش هم درجه سختی آسونی متوسط انتخاب کنیم. خب این مثلا رو درجه آخر خودش پارمون میکنه. خب نمیدونم دوباره برم واقعا بازی. خب دوستان ممنون که تماشا کردید. منم به خودم ریدم، واقعا ریدم، چون که خیلی سخته. خب خیلی سخته. اگه دوست دارید دوباره این بار بازی رو تموم کنه، تموم به هیچ وقت تموم نمیشه. مثلا همین شب اول خودتون دیدید که چقدر سخت بود، واقعا نمیشه تمومش کرد. شاید باشن تمومش کنن ولی خب نمیشه، یعنی شما دیدید. اگر دوست داشتید دوباره پارت بعدی رو بذارم حتما توی کامنت ها به هم بگین. خب بچه ها تا یه پارت دیگه و یه ویدیوی ترسناک دیگه دوستتون دارم. خدا نگهدار.